سلام و خوش اومدید به قسمت جدیدی از سری ماینکرافت هاردکور. امروز قرار بریم فول ندرایت بشیم. خب حرف زیادی نمیزنم، بریم بدون معطلی بریم سراغ شروع ویدیو. من کلی وسایل گرفتم، حتی شیلدم درست کردم، کلی تمام این چتای بازی گرفتم. برای کار امروز به کلی اسلام نیازه، پس قرار یه اندر چست بسازیم. خب این شیدر با فیلم خیلی لگ میکنه. اگه توی بازی بدون فیلم اصلا لگ نداره، من باید شیدر انتخاب کنم یا فیلمو، و قطعا معلومه دیگه فیلمو انتخاب میکنم. پس برم شیدر رو خاموش کنم و ریسورس پک اف پی اس بوست بزنم. خب من تو آف کامرا رفتم و اینا رو زامبی کردم و تونستم آمای دایمندی ازشون بگیرم. به درم نمیخوره، ولی آهنایی که از فرم هم به دست میارم تا بهشون بفروشم و کلی امرالد به جیب بزنم. این ویلیجر که فوی اسپکت میده، شیشه میفروشه، نیمتگ هم میده. این ویلیجر هم بلاک میده و کل این چند میکشن بگه و کل وسیله دایمندی. خب از کارت بخریم. ما امروز خیلی با این ویلیجر کار داریم، چون که این ویلیجر ما تخت میفروشه که ما میتونیم توی ندار چنان خیلی کمک کنه، چون تخت ندار میترکه. خب اینو که قرار زامبی کنیم، چون که خیلی داره گرون میده. چوب شده کندم. خب اینو بکنم، اینم بکنم. خب خود به داخل دیگه. شب شد. خب یکم هست اینجا. خب زامبی بیا بیا بیا. آفرین. رو من تاریکی که ازش دور بشیم. ای لعنت به کریپر، سر فارمم رو دوباره کردی. آخرش رفتی توی بوت. این تیر ویکنس دار بخورش. این داخل تو. خب باز باید خرابکاری کریپر ها رو درست کنیم. لعنتی. خب رفت سر جاش. یابم بزنم که فارمش کار کنه. خب فارم باید اول برگشت. خب کلی تخت دارم منه توی انده چست. یکم تخت خودم بسازم. خب پس رو جمع کنیم تخت رو و بریم توی ندر. تو چی میگیم وسط؟ ببینیم. بریم توی ارتفاع 15. اوه درجه دریا لوا دیگه. پوشه فایر رزر بخوریم، پرتش کنیم شیشه رو، چون شیشه رو لازم نداریم. بپریم توی داوا. خب اینا چه این پایینن؟ خب یه اندفل بزنیم. خب بریم پایین. خب اول تخت. بله با اولی یک دونه. این هم یک دونه دیگه. اشنه بریز بکنیم. اوه یکی دیگه هم هست. هفت اشن دیویس پیدا کردین حتما دور برش بگردین. احتمال زیاد چیزای دیگه هم هست. حالا من یک دونه ستایی پیدا کردم که خیلی خوبه. بکنیم. خب 4 تا فعلا یک دونه ندارید تونستیم میتونیم درست کنیم. خب یکی دیگه خوبه. خب یک دونه. اوه یه اشن دیویس دیگه. همینجاش هم میکردم اشن دیویس رو کردم. اوه 2 تا. بازم اشن دیویس. خب 2 تا دیگه. در اینجا خیلی کم شده.
مردم. توتنم شکست. بالاخره اولین توتنم تو مارکت هاردکور شکوندم. بله اشکال نداره. یه ایشن ریوز دیگه. اوه 2 تا دیگه هم هست. یه وری تخت. آخرین تختم بود و باید برم ماین کنم. این ماین خود سر برای 1 ساعت بعد. خب من خواهم آف کامر رفتم و ماین کردم و ایشن دیبریس رو بذاریم اینجا که 38 دوست ایشن دیبریس شده کنم. بذاریم اینجا تا بپزن تا اونا تبدیل به نداشتینگوت کنیم. طلا هم ور راستی من فرما هم نشون بدم که کلی لوت جمع کرده بدون که FK خاصی بکنم. خب این آهن رو بفروشیم که آرمارم تعمیر بشه. 9 تا رایتینگت خیلی خوبه. خب اول اصلا چست پلیت. او ما باید چی داشته باشیم؟ آپگرید اشکالی نداره. خب یه بسچینی که کوردینیتش رو بلد بودم از قبل چون می‌خواستم فورترس پیدا کرده بودم و به کوردینیتش رفتم. اینجا پیدا کردم. یه بچه حمله کرد و واسم بکشمش که توی بسچه افتادم. خب اوه شت لعنتی نزنین. آها تیرت نگاه نمیخوره. افتاد پایین. مگه توی ماکف بدر که همچین اتفاق میفته؟ شیل نمیتونی برداری. نمیدونستم که پیگن ورود با تر بزنه این اتفاق میفته. وای وای توتنم شکست. وای توی یه اپیزود 2 توتنم شکوندم. وای ولم کنید. بذارید فقط آپگرید که باید باشه رو بگیرم. خدا کنه آپگرید باشه. اگه نباشه واقعا خیلی بده. آپگرید یس بگیر. 2 تا نداشتم بود. یس بشم که دایمندی بگیر. فقط در برو کنار. هدم من در بردیم. لعنت بهتون. 2 تا میدم دست. نکن نمیرم. وای برو دیگه. وای دمج ندارم. یه توتون دیگه مگه ممکن؟ نه نمیشکنه این بار دیگه. چرا میشکنه تو یه اپیزود 3 تا توتون شکونده. امکان نداره. با پایین خیلیش نبردم. خیلی شانس آوردم. برگردیم خونه. خیش به خونه رسیدم. وقتش اینا رو دوپلیکیت کنیم که بتونیم خونه دارید بشیم. لعنت به این بسشن. خب اینا با 7 دایمند و 1 دونه ندرک. دایمند کم بردم رفتم و دایمند پیدا کردم. خب دایمند رو بکنیم. از 20 دایمند چند تا میگیریم؟ 48 تا. چیز خیلی خوبی بود. خب اینا رو دوپلیکیت کنیم. وقتی ندارتی شدن چست پلیت، شلوار، کفش. حالا اومد کلاه. خونم ندارتی میکنیم. ما که ریچیم. با دفعه زماده است. اگه یه درصد از این ویدیو خوشتون من ممنون میشه که ویدیو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید.